آشپز مشهور ترک بوراک اوزدمیر مالک برند و شبکه طلبخانه‌های تزئن بوراک در شهرهای گوناگون دنیا از جمله در دوشنبه روز دوم ایول سال 2023 در صفحه‌اش در اینستاگرام ویدیوی شیرین را درباره چگونه با دست خودش تیار کردن ساندویچ‌های همبرگر و کارتوشکا و همین طور شخصا برده به زنان و دختران راهرو در کوچه‌های پایتخت تاجیکستان تقسیم کردن این محصول دستانش نشر کرد. بوراک اوزدمیر در این ویدیو نوشته است که محبت بزرگترین ارتباط است. در ویدیو دیده می شود که چگونه این آشپز مشهور در روی یک میز بزرگ ساندویچ ها را یک تا تیار می کند و سپس کارتوشکای نوی فری پخته در قوطی های علایده جا می کند و سپس به کوچه های دوشنبه برآمده به زنان و دختران راهرو تقسیم می کند. این زنان و دختران راهرو از اینکه آشپز مشهور جهانی لطف کرده شخصا برای آنها غذا آماده کرده است به وجه آمده دعایش می‌دهند که خدا پیش روی کارتان را کشاده گرداند و فیض و برکت را در کار و تجارتتان بیفزاید. در بین همگی یک روز در کانال بوراک اوزدمیر در اینستاگرام این ویدیو را یک از 9 میلیون نفر لایک گذاشته، بیش از 25,000 نفر زیر آن شرح نوشتند. اکثر تماشابینان به این آشپز معروف برای این عمل ثوابش آفرین خوانده برایش برای کامیابی های بازم بیشتر تمنا کردند. صفحه بوراک اوزدمیر در اینستاگرام قریب 49 میلیون پیرو دارد.